گفتن خبر میتیم، منتظر هستم اما هنوزم خبر ازشان نامده. به خاطر سال جگرخون بودم که از ما روی گردان شده که آل جمالم پیدا شد. چی گفتی؟ جمال از ما روی گشتانده؟ نه هدف من این نبود، فقط خواسته تو به تشویش نشی. امی که گفته خبر نتین از او خاطری گپه گفتم. اگر نه هدف من جگرخون ساختن تو نبود دامله جان. آی سادات بس کدگه لطفاً. چرا جگرخون شوم؟ یک بار پیداش کنم حساب ای کارایش ازش میگیرم. کلاگیر نادیده گرفته کاره که خودش میخواه را میکنه. نه خیر جانم، وقتی ازدواج کردی باید به فکر خانواده تان باشی. هم باید متوجه باشه، همو تو نیست. البته اگر انسان خانم خود فراموش کنه اولاد خود فراموش نمیکنه، فراموش هم نمیتونه. البته من میرم خوشم بچه ها. شبتون بخیر. شب بخیر کوکو. خوب هستی؟ خوب هستم. خب وقتی موتراس پیش روی ما آمدن خواستم از سرک بیرون شوم. بعد از او زیاد چیزی به یاد ندارم. یعنی صدای مرمی آمد، آتش سوزی شد، حس کردم آتش سوزی شده. بعداً روشنی حس کردم، روشنی گرم و صدای آهنگ می آمد. آهنگ بود، یک آهنگی که قبلا فکر میکنم او را شنیده بودم. تو یک چیزی بود دیگه به یاد ندارم. تو را پیش دروازه کی لاکت ایره برم بگو. نمیفهمم، چیزی به یاد ندارم. شاید این گپایی که گفتم هم حقیقت نباشه، شاید خواب باشه. فکرم سر جایش نبود. چی بفهمم؟ چقدر وقت میشه من اینجاستم؟ زیاد وقت نمیشه. چی شده خاطرک؟ من میایم تو همینجا منتظر باش، درست است؟ برای ثابت میسازم. اما ای بار من صلاح خدا پایین نمی کنم. ایراد کلی جای بوده، منتظر باش. من یک کار بسیار مهم دارم، باید انجامش بدم. رئیس تو کی است احمق؟ رسمان تو بعد است کی است؟ برام بگو، بیشرف بگو گفتم کی است؟ مرتضی. چی شده؟ مام یک چیز به یادم آمد خاطرک که باید بکنم. ما باید هر چیز زودتر اونجا برم. حل کردنش بسیار مهم است. اینجا منتظر ما باشم، ما پس میم، درست از جای نری. صبر کو کجا میری لطفاً؟ خب بگو، تو چی را میفهمی چی را نمیفهمی؟ چی گفته میری؟ نفهمیدم. پدرم میفهمم. ما به می خاطر در زندان بودن نتونستم. کسایی که پدر بکشتن همراه بیادار خواهر و زن فرزند خود آزاد زندگی کردن میتونن و لذت میبرن. اما جمال کچوال در زندان دست زیر علاشه بشینه یک قسم امکان نداره. به می خاطر ما فرار کردم. بیادرهای دیگه اونا در داخل زندان هستن، همون درست؟ در زندان هستند. کلشان خواه خرگوش دارن، یک چشمه خواه میکنن. وازر بیشرف هر دقیقه سرشان حمله میکنه. اونا را راحت نمیمانه. دزده اونجا میرن، بدماشه اونجا میرن. کل افراد بی پدر اونجا میرن، هر روز سرشان حمله میکنه. وقتی داخل بودم هنوزم چیز تغییر نکرده بود. صالح او را ای بار زندان نمیمانم. چی شده؟
مرا فروخت. بچیم پیش از فرار کردن مرا فروخت. مرا دستگیر کردن. بچیم او ساله نیست، او کوچوال نیست. اما به خاطر تو است، به خاطر تو است. او به شرف بیادر تو است. سر چشمای تو جای داره. استغفر الله. توبه. وقت سرش فشار آمد فرار کرد. انسان کمی فکر می داشته باشه، کمی فکر می داشته باشه. ساله به خاطر این کارش حتما کدام دلیل تو داره. هنوزم از او طرفداری میکنی؟ درست از قار نشو چیغ نزن. وضعیت چقار چطور است؟ وضعیت چقار بغیر زده میتونه که اداره کنه. ها؟ تو خانه نرفتی؟ یا ما چی کار نکن خارترک. خانه برو شیر ما، جان ما، قنده بیادر. خانه برو، چقار برو. تو باید اونجا باشی، فهمیدی؟ تو باید از اونجا حفاظت کنی. ببین وضعیت ما مشخص است، میفهمم که ما اونجا رفتن نمیتونم. ببین پدرم وقتی تو از خانه رفتی و به خانه حمله کردن، من اونا را کشتم. برچیم هر شو نفر میکشتم، کسی نمیفهمید. اما یکی از او به شرف ها زخمی موند. از ترس پیش پلیس رفت. مرا زندانی ساختن. 2 سال زندانی شدم. پدرم پیشم آمد، گفت جمال بچیم گوش کن، هوشیار باش، آرام باش، راحت باش، رفتارت خوب بساز تا از زندان آزاد شوی، بیرون شوی. بیا چقار، رهبری چقار بعد دست میتم، یا امانت تو است. از زندان بیرون شده رفت. در رفتم طرف اتاق به خاطری که یک نفر طرفم چپسل کرد، زخمی ساختمش. چرا طرفم چپسل کرد؟ بعدن ایمی به دیدنم آمد. میفهمی گفت پدرت میگه که دیگه در فکر او نمی باشم، هرچی میخواه انجام بده. یک قسم سلیله کو. چند سال بعد برام امید دادن، گفتن ازدواج کنه، خانواده تشکیل بده. اما کلش یک خواب بود. چند روز بعد از خواب بیدار شدم، یا ماچ کوچوال به یاد ما آوردن که ما کی هستیم و کار خوب کردن. کار خوب کردن. ببین خورترک، ما همی قسم هستم. اصلیت ما همی هست. وقتی در طفیلیت ادریس کوچوالا دیده بودی نه؟ بسیار مهربان بود، آدم با حوصله بود، بدون فکر کردن و گوش کردن حمله نمیکرد. ادریس کوچوالا را که ما دیده بودم، خودش همیشه در جوش بود. از چشماش آتش دیده میشد، صدایش خشمگین از دور شنیده نمیشد. من همی هستم، باید قبول کنی، چاره نداری. من در زندگی از کسی میترسیدم، او پدر بود. من بچه ادریس کوچوال هستم. وقتی دستور حق اجرا شوه مرا میبری و در کنار قبر قهرمان و پدرم دفن میکنی و از پشتم دعا میکنی، فهمیدی؟ اما 2 روز هیچ کسی در کارهای مداخله نمیکنه، فهمیدی یا نه؟ اگه کسی مداخله کنه قلبش مشکنونم، شنیدی یا نه؟ فقط میخوایم بفهمی کلگی در امن هستن. بله، فقط همی. از شکر حفاظت کنین، از خانواده ما حفاظت کنین. خاطرک، تو باید بچه قار برگردی. به خاطر حفاظت از خانواده ما باید دوباره بچه قار برگردی، فهمیدی یا نه؟ این کار فقط تو کده میتونی، باید از اونجا محافظت کنی. نمیتونم چطور این کار کنم.
من نمیتونم. من از کی محافظت کردم؟ آکشان؟ علی چو؟ از عشق خود محافظت کرده تانستم؟ نتانستم. از پدر خود نتانستم. نتانستم. احمق باوش بیاد بیاخل یا مرد کچوال. من محافظت کرده تانستم احمق. اگر خانم تو بود یعنی امام بود، خواهر امام بود، حفاظت کرده نتانستم. آکشان فقط به ارزاده تونی از مام بود حفاظت کرده نتانستم. علی چو نور دیدی مام بود. اگر پدر تو بود پدر مام بود. تو باید بچه قرب بری و از اونا حفاظت کنی یا ماچ. نه نمیشه. من نمیتونم این کار کنم در ریشه کسی که مرگ باشد شاخشان مرگ است. خلاص نمیشه بیادر. چرا نمیفهم؟ فرار کردن نمیتونی یا ماچ کشوال. اسمه که من جمال متولد شدم جمال از بین میرم. تو هم یا ماچ متولد شدی و ما قسم یا ماچ کشوال از بین میری. فرار کردن نمیتونی فهمیدی؟ فرار میکنم گفتم فرار میکنم. خورترک باوش بیا. کاکا قسم کاکا سلامی کجا هستی؟ خورترک من خون رزی داره. آرام باش من هستم. داره هیچ چیزی نمیشه. کاکا سلامی کارگاه میره. تو قراره که دخواه که با تو اجازه نیست. ما هم نمیرم. بیا از خوب و بد ده کشتی روان است. بیادر اگه تشناب میره او طرف است. زنده باشی. ما تو این نادیدن نیستم. خودم میفهمم که چی وقت برام. تو بکدیم خدایا. خیالم که 20 سال پیش امو تو تنها نیست که من در بیازید مانده بودمشه. علی چو؟ ده اینجا دق ناوردی؟ تمام روز ده اتاق تنها ششتی؟ دق آوردیم. اخی برای قدم بسن. ممنوع است. از اینجا برآمدن نمیتونی علی چوپان. پدر قماندان صاحب ممنوع ساخته. قماندان صاحب به خاطری که به فکرت اسی قسم گفت. به خاطری که دوست داره ای کار کرد. باز بیبی بعد از حادثه دیروز، یعنی بعد از اینکه خانه را ایلا کردی بازم اجازه داد تا برای او قدم بزنی. ما خانه را ایلا نکردیم. بچه قار رفتم. درست است. ده بارم گپ میزنیم. حالا بیا. حالا درست است. هر قسمی که تو بخوای. اما بیبی هر وقت بخوای برآمده میتونی. هر جای بخوای ششته میتونی. اینجا خانه تو است. نیست. اینجا خانه من نیست. عاشقی سخت است دردش فراوان. عاشقی سخت است درد
زیا بیادر سلام گفت. بیادر اگه تشناب میری او طرف است. علیکم سلام نوچندکا. آمدین که بیادرتون نرم کاری کنین. اینی خود صاف استخوان است. خو خی بیاین به اجازه کتون که تمرین شروع کنیم. واسکو خواهن زورت همه قدر بود. ماشالله. گپا گوش کو که چی میگم. اینجا قصابی است. نفهمیده؟ بعضی بیادرتان سلام ما بگوین. بگوین وارتوغلو سعدودین بیادرت آمده. تا غمتان نخوره از اینجا نمیره. نه پشک خودم سر خودم میام. چی کردی به شرف کتیلو چی کردی؟ ما چی کردم ایتانم؟ ما در نمی جگه شیشته بودم چای میخوردم. چند دانه جوان رای خود غلط کردن. خب باز اتاق ما آمدن. وقتی دیدن اتاق خالیست خیال سر چوک کردن خواستن چورش کنن. یا هم دیگه جوان خونکایشان گرم خواستن که مرا بزنن. اما میبینین که چی شد. ما خواستم که یک درسک برشان بتم. فقط یک درس برشان بتم. دکتر مکتر نیست. آیسته برو بچه. سرعت زیاد استقبال از مرگ است. اما تو نیست مدیر صاحب. سرعت زیاد انسان بدبخت میکنه. شکر که تلفات نداریم. فقط زخمی هستن. اگه اظهارات ما میخواستن معلوم دار که در خدمت هستم. اگه کتم کار ندارین به اتاقه که خود میرم. روز بعد دوباره معاینتان میکنم آقا. اگه به زحمت نمیشه. زنده باشی دکتر صاحب. اگه زیاد درد داشتی باز پیش از خواب یک تازی بخو. درست است؟ خیر ببینی دکتر صاحب. زنده باشی. همه قبود. حالا رفته میتونین آقا. زنده باشی دکتر صاحب. اما میخوایم از تو یک سوال پرسان کنم. بفرمایین. بعد از اتفاقاتی که افتاد چند ماه میشه که وضعیتم هیچ خوب نیست. یک رقم احساس دیگه دارم. بگوین مشنو. ما فراموش میکنم دکتر صاحب.
یعنی همیشه نه خو یگان وقت، اما فراموش میکنم. مثلا دیروز از خواب خستم، نمیفهمیدم کجا هستم. فکر میکردم در اتاق خود هستم، اما متوجه شدم که در زندان هستم. چرا اونجا بودم، چقدر وقت بودم، هیچ نمیفهم. خب بعد از او خود جور شدم. یعنی به یاد آوردم همیشه قسم خونه میشم. یگان وقت همه تو میشه دکتر صاحب. یعنی نمیفهم که دلیل چی از دکتر صاحب. کم بوده ویتامین بوده میتونه. ویتامین B12 برات میتونم. هر روز او را بخور. خیر ببینی دکتر صاحب. یعنی میگی کمبود ویتامین است. دیگه چی بوده میتونه دیگه؟ شاید هم نباشه. دوای تا به وقت بخور و مرام در جریان بان درست است. انشالله که خوب میشی. اگه کمبود ویتامین نیست خیر چی است دیگه؟ یعنی چی بوده میتونه دکتر صاحب؟ حالا نمیخوایم ناق بترسانمتان آقا. ای دوایتان بخورین. بعد از چند روز برتان خبر میت. باز گپ میزنیم درست است؟ صحیح است. ایچی حال است؟ سلیم کلتان علت کده؟ بیادر خوب نیستم بانش، پس آن باز میبینیم. صحیح است. حالا بشینین. زندگی سرت باشه بیادر. دوستا زنده باشن. ایمی کجاست؟ در ماینه خانه هست. ده سرش زدن. پیش دکتر رفته تا ماینش کنه بیادر. او خوب است نه؟ خوب است مشکل ندارم. من خبرش گرفتم. چی شده؟ میکن؟ ای داغای سوز کبوته میگی؟ به خاطر مسابقه فری فایت تمرین میکردیم. از اون خاطر اوگار شدیم. بچه قر رفتی؟ جلسن زندان چطور میگذره؟ والا از بیرون کدام فرق نداره. فقط دیوارا اینجا زیاد نزدیک است. زیاد لوبیا میخوریم. دعا میکنم کدام روز کمال بیادر نکفه. توبه بچیم تو خود اتاق ما نیستی چرا تهمت میکنی ها؟ میکبرم قسم میکنه. احمق لوده. بیادر والله تهمت میکنه. تو خود مرا میشناسی. شما در یک اتاق نیستین؟ به خاطر که کودتا نکنی. دوستا زنده باشین. از ای که آمدین. پشت کلتان زیاد دق شده بودم. به ما چند دقیقه اجازه میتین لطفاً؟ بیادر ایو جل زنده است یا نه؟ زنده نیست. اما مردم تو نیست؟ زنده نیست. وقتی که برآمده مرا سر قبرش میبری؟ معلوم دارست که میبرم.
زیاد درد میکشم. تو چطور؟ من بدتر از تو هستم. چطور شد؟ کاری کی است؟ چیزی میفهمی؟ یوجل، آذر، تمسا، افسون. افسون؟ دختر بایکال. فقط امقه. چرا ماندی پدرم بکشن یا ماچ؟ چرا ماندی که پدرم بکشن؟ چرا ماندی که پدرم بکشن؟ فقط امقه. در وقت مرگش اونجا بودی؟ راستش کی شما رو به این حال رسنده؟ آذر کدنی؟ ها؟ یک مدت می شد که آرام بوده. 2 روز پیش دوباره شروع شد. بعد از فرار کردن بیادرم مدیرای زندان زنده باشه همیشه خبر ما رو میگیره. لط نخوریم روز ما تیر نمیشه. تو خوب نیستی؟ همه خوب میتونم باشم. بیشتر ازی بوده نمیتونم. دیدی؟ نمیشه. بچه ها منتظر امر تو هستن. متوجه هستی نه؟ در چه قر رفتی؟ پیش بیادرم رفتم. یعنی ای که کس دیگه من اونجا برد حادثه کده بودم. قصهش دور دراز است. یک گفت پرسان میکدم. او دفعه وقتی که چطور مرا آویزان کده بود تو مرا نجات داده بودی نه؟ تو مرا پیش بیادرم برده بودی. خب چی شده؟ هیچ چیزی. در بین بیادرم و ساله چی گپ شده بود؟ چرا قدر سرش خار است؟ بیادرم به خاطر فرار کردن از ساله کمک خواست. ساله هم به مدیر خبر داد. چرا؟ ما هم ازش پرسان کردم. چرا؟ گفتم قسم لازم شد. اجازه نمیته کسی ساله صدایش کنه. او دیگه وارتغلو سعدالدین است. بار متلی بردنش. چرا با چقر نرفتی؟ طرف چشما یک دیگه سیر کردن نمیتونیم. منظور مفهمیدی؟ به چشمای بیادرایم دیدن نمیتونم. اونا هم از شهرم به چشمای ما دیدن نمیتونن. من چطور طرف اوقدر مردم سیل کردن میتونم؟ در چه قربرو یا ماچ؟ آکان فکر میکنه به تنهایی پیش بردن میتونه. اما ما بچه ما مشناسم او نمیتونه. اگه تو نری خانواده ما در به در میشه یا ماچ. من نمیتونم بیادر. هم قدر هستم بیشتر از ای بودن نمیتونم. تو همیشه بهتر از خودت بودی. وقتی افتیدیم همیشه گفتیم مرا بلند کو. حتی در سخت‌ترین شرایط تو مرا کمک کردی. تو همیشه بهتر از خودت بودی. از همین خاطر بیرون برای طرف افتاول سیل کو. یک نفس بگی ادامه بده و به چقر برو. یا ماچ تو متوجه نیستی اما چقر تو هستی بچی. اونجا چقر ادریس کجوال نیست. چقر تو هست. تو
باید داری وقتی طفل بودیم با هم دیگه میخواستیم مسابقه بتیم. حتی به خاطر این کار جمال بیادر قهرمان بیادرم قانع ساخته بود. تو بیازو میرفتی، هر جایی که تو میرفتی مرا صدا میکردی و مام به طرفت میدویدم. مسابقه را بردیم. جمال اول بسیار تیز دوید. بعد از 30 متر نفسش قید شد و استاد ماند. در شروع گفت من مسابقه را میبرم. قهرمان بیادرم زیاد دوید، اما او رام گیر کردم. بعدا طرف تو سیل کردم، دیدم فاصله بین ما و تو 30 متر است. از همین خاطر آهسته شدم، راحت شدم و ماندگی گرفتم. یک قسم میرفتم فقط قدم بزنم و متوجه شدم تو از پیشم تیر شدی. دویدم که گیرت کنم، تو تیز شدی، من نتونستم تو را بگیرم. تو برنده شدی و ما ماندم. ایرا میگم تو برم گفتینی که من ختم نمیشم. در اصل کسی که ختم نشده تو بودی. من ایرا میفهمم. صبر کن، شما را از اینجا بیرون میکنم به زودترین فرصت. تا او روز تو به ما تکیه کن، من به تو تکیه میکنم. به کمک هم بلند میشیم. باید دسته بچه را بگیریم. نام ما سلیم است بچی. بله، سلیم هستی. سلیم کوچوال. پدرم، اگه پدرم می بود حال یک قفاق زده بودید. دستایشم گرانگ بود. حتی شاید میزده فرقت میده میکرد. هیچ نمی بخشید حتما میده میکرد. اما میفهمی مام صدای من نمیکشیدم بچه. بالا سیل نمیکردم، بیا سر من بشکنم. تمام استخوانهای من میده کو پدر، اما لطفا نرو. زود باشین، وقتتان خلاص است. پیش بچه ها برو، متوجه اونا باش. اونا به تو ضرورت دارن. تو هم بچه قر برو، برام وعده بده. بچه قر برو، درست است. بچه قر برو یا ماچ. چی کردین؟ نان آماده است؟ آماده است قماندان. خوب است. قرار بود بله شوربای ترکاری پخته کنین، چی شد؟ پخته کردم قماندان. درست است، خوب است. در باغچه میخوریم؟ بله قماندان. درست است، خیلی بریم دیگه. شاید علی هم بیاید. چرا؟
جزایشان دادی؟ خبرش در کارگاه رسید. از برکت توست. زنده باشی. خب چرا برام کمک کردی؟ قسمی که گفتم من به سلطان مادر خبر دادم. او را فهمیدم، اما چرا کتما کمک کردی؟ من پدرت هستم، بیادرت هستم. تو بچه ادریس بابا نیستی بیادر؟ هستم. چی گپ است؟ همین کافیست بیادر. تو به ما امانت هستی، امانت ادریس بابا. کلگی بوری کار شکم سیر خوردن بیادر. در اتاق دیگه دوستای ما هستن، به کلشان یک توته دادن زنده باشن. حتما فهمیدن که دی اتاق بورک نمیتن. چرا نمیتن؟ اینجا اتاق غریب است بیادر. از غریبم غریب تر. از این خاطر به ما فقط او شوربا میرسونه. نامت چی است؟ امره. او بچه غریبان کلتان بیاین. بیاین امره بیادرتان برتان بوریک آورده بخورین. الا اما در چه قسم جای افتیدین؟ یاماچ شماره را که شما دایر نموده اید فعلا خاموش می باشد. لطفاً بعد از شنیدن صدای بیپ پیام خود را بگذارید. شما نه یاماچ، لطفا یاماچ میخوایم که یاماچ گپ بزنم. یاماچ شماره را که شما دایر نموده اید فعلا خاموش می باشد. یاماچ صدای مرا میشنوی؟ باید پشت ما بیایی یاماچ صدای مرا میشنوی؟ من خانه هستم. شماره را که شما دایر نموده اید فعلا خاموش می باشد. لطفاً بعد از شنیدن صدای بیپ پیام خود را بگذارید. قماندان صاحب نیا دام است نیا قماندان صاحب نیا دام است. قماندان صاحب نیا دام است نیا قماندان صاحب نیا دام است. علی شوروا خوش نامد. آمد بسیار مزه‌دار است. آفرین نادر جان، آفرین. بعد از این همیشه سر کار و وظیفه خود باش، فهمیدی یا نه؟ همیشه همه قسم وفادار باشی، فهمیدی؟ رقم که تو بایی جمال بیارک دلت جمع باش. امر داده دیده استخبارات تو بسیار قوی است. یکی دیگرم برام پیدا میکنی. کیره بیارک؟ بیگانه نیست. او مرتضای احمق میگم، مادر کنان است. میشناسی یا نه؟ او را برام پیدا کن. وقتی پیدا کردی باز برام خبر میدی، فهمیده شد؟ بچه‌شم جمال بیارک.
نمیفهمیدم این قسم میشه. یک تا نبر دوار داشته بودم. بگی تو بخو. چهار کیلو کچالو، 2 کیلو پیاز، 2 کیلو مرچ، 40 دانه امنان خشک بیار. خیرت است نه که میخوای هتل جور کنی. نه برای خود پخته میکنم. مگم گوستی دیگه چی میخوای؟ مرچ تند باشه. خرگم شو. قسمت بعدی شدن یام نشدن. تمام موضوع همی است. افتخار چقار رئیس منطقه کوچوال ها یامات کوچوال. قسمت بعدی. اما مشهور نیستی. بیا تو کتو من. بیا اعلان کو امک. بیا. باش کمی تذکره تا یک دفعه ببینم. ای خوب بچه خودم از من قربانت شوم.